ما زنی همون کونت را ما گمتی همین ایوب نگاه میکنم اوکی زنی تنمو درآکن دامه که چیکار کنه شایمون کرده موچه مچکر زن دخترم یک فوشا و اینمی کار و ایدیبکی بختری یک بداخلاق بیشرمی است که با بدزبانی و فحشگویی مشهور است. با کسی اگر درگیر شود زن، مادر، پدر، برادر، خواهر و حتی کودک او را هم از یک لو دشنام و حقارت‌های فحش می کند. پدر و مادری وی چه گناه دارند؟ کودک خودساری وی چه گناه دارد که آنها را دشنام می کنی؟ مگر تو پدرفیر هستی؟ باز دعوا می کند که من مرد بچه هستم. مگر مردی تو همین است که زن و مادر و حتی کودکش را دشنام فحش می گویی؟ این همه دشنام و حقارت های فحش را در پوبلیک نمایش دادن مگر مردانگی است؟ در جایی که زنان و کودکان تو را می بینند. توف بر چنین مردانگی تو. واقعا تو نام مردی را شرمنده کردی. در ظاهر فرشته صورتو ولی در باطن شاگرد شیطان هستی. انسان فحشگو و بی‌حیا در شریعت فاسق است، خصوصا کسی که آشکارا فحشگویی کند. ایدیبک از الله بترس ای فاسق بی‌حیا. گناهی کبیره انجام میدهی ولی پروایی نداری، در حالی که خداوند تو بر اینها را بد میبیند. در روایت ترمذی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند همان خداوند انسان فحشگو و بی‌حیا را بد میبیند. ایدیبک انتظار شو، باز در باره نوار میکنم. چگونه ای که تو با نوار کردن دیگران را تهدید میکنی، این دفعه منافق بودنت را آشکار میکنم. انتظار شو.